درود 100 درود به همه عاشقان تاریخ. امروز آمدیم با یه ویدیوی جدید. در ویدیوی قبلی در مورد اشکانیان حرف زدیم، در مورد عصر بعد از یونانیان و اسکندر مقدونی. ویدیوش هم بالا میذارم، برید و ببینید و از دستش ندید. امروز ولی آمدیم در مورد حکومت ساسانیان صحبت کنیم، یکی از حکومت‌های دیگر از جنس پارس. پس هر چقدر که از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره و اون دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا به کانال خودتون اضافه بشید و اون زنگوله کنارش هم فراموش نکنید تا هر وقت ویدیوی بعدی رو گذاشتم سریع مطلع بشید. پس بریم که در مورد این حکومت براتون بگم. اول از همه میخوایم در مورد این که حکومت ساسانیان چطوری شکل گرفته با هم صحبت میکنیم و ببینیم که بنیانگذارش کی بود و چگونه بر علیه اشکانیان قیام کردن و توانستن یک حکومت مستقل رو به وجود بیارن. ساسانیان نام خود را از ساسان، نیای اردشیر بابکان، سردودمان آن سلسله گرفتند. ساسان موبد نیایشگاه زرتشتی آناهیت در شهر استخر واقع در منطقه پارس بود و با دختر یکی از شاهان محلی پارس ازدواج کرد و بر نفوذ و قدرت خانوادگی خود افزود. بابک پدر اردشیر در پارس اعلام استقلال کرد. اردوان چهارم آخرین شهریار اشکانی که از استقلال طلبی ساسانیان احساس خطر میکرد به مقابلش شد. اما آخرین شهریار اشکانی یعنی اردوان چهارم از اردشیر بابکان شکست خورد و سلسله ساسانیان به جای اشکانیان بر سر کار آمد. اردشیر در تیسفون تاجگذاری کرد و مانند اشکانیان این شهر را به پایتختی خود برگزید. ساسانیان مصمم بودند به جای حکومت ملوک طوایفی اشکانی حکومتی متمرکز و قدرتمند ایجاد کنند که دستورات و قوانین آن در سرتاسر ایران اطاعت شود. از این رو اردشیر بابکان در آغاز کار با مشکلات متعدد داخلی روبرو شد. بسیاری از حاکمان محلی که نمی‌خواستند استقلال نسبی خود را از دست بدهند با حکومت جدید به مخالفت برخاستند. اردشیر بسیاری از مخالفان را با جنگ بر سر جای خود نشاند و برخی دیگر را با نامه‌نگاری و ارائه دلیل‌های گوناگون با خود همراه کرد. حکومت ساسانی همواره در خارج از مرزهایش نیز با مسائل و مشکلات مختلفی روبرو بود. یکی از این مشکلات امپراتوری روم شرقی به شمار می‌رفت که پی در پی به سرزمین‌های ایرانی حمله می‌کرد. از سوی دیگر یورش‌های مکرر قبایل بیابانگرد به مرزهای ایران ساسانیان را به زحمت می‌انداخت. حکومت ساسانیان با اقدامات مهم پادشاهانی مانند شاپور یکم و شاپور دوم که موفقیت‌های سیاسی و نظامی بزرگی در داخل و خارج کسب کردند گسترش یافت و تثبیت شد. رقابت، اختلاف و دشمنی میان دو قدرت بزرگ جهان آن روزگار یعنی روم و ایران در دوران ساسانیان نیز همچنان ادامه داشت. دو کشور بر سر تسلط بر برخی سرزمین‌های مرزی به ویژه منطقه ارمنستان با یکدیگر اختلاف و درگیری داشت. یکی از اهداف اصلی رومیان در لشکرکشی پی در پی به ایران تسلط بر مسیرهای تجاری بود که به هند و چین می‌رسید. آنها می‌خواستند به طور مستقیم با این کشورها رابطه تجاری داشته باشند. اما شاهان اشکانی و ساسانی با آگاهی از اهمیت و منافعی که این مسیرهای تجاری برای ایران داشت می‌کوشیدند مانع موفقیت رومیان شوند. ساسانیان بارها ناچار به جنگ با رومیان شدند. دو مورد از این جنگ‌ها در زمان شاپور یکم اتفاق افتاد که در یکی از آنها گوردیانوس امپراتوری روم کشته شد و در دیگری والریانوس امپراتور روم به اسارت درآمد. در زمان خسرو پرویز نیز نبردهای بزرگی میان دو کشور رخ داد که در آغاز ساسانیان پیروز شدند اما در پایان به سختی شکست خوردند. البته بعضی اوقات نیز دو طرف مذاکره و سازش را بر ستیز ترجیح می‌دادند و با امضای پیمان صلح آرامش بر روابط آنها حکم فرما می‌شد. یکی از مسائلی که همواره ساسانیان را به زحمت می‌انداخت هجوم مکرر اقوام بیابانگرد به شهرها و آبادی‌های ایران در مناطق مرزی بود. قبایل صحراگرد آسیای مرکزی مکرر به مرزهای شمال شرقی ایران در منطقه خراسان هجوم می‌آوردند و تخریب و غارت می‌کردند. شاهان ساسانی برای مقابله با تهاجم ویرانگر این اقوام اقدام به لشکرکشی کرد و هزینه‌های زیادی را متقبل شد. یکی از اون قبایل بیابانگرد عرب. قبایل بیابانگرد عرب نیز دائما به شهرها و آبادی‌های ایران در حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان دستبرد می‌زدند.
به همین دلیل شاپور دوم ساسانی در عملیاتی نظامی اعراب متجاوز را به سختی گوشمالی داد. بعدها حکومت ساسانیان برای جلوگیری از غارتگری اعراب حکومت دست نشانده به ریاست اعراب لخمی را در جنوب غربی ایران به مرکزیت شهر هیره تأسیس کرد. برخی از مورخان اقدام خسرو پرویز در برانداختن حکومت لخمیان را اشتباه بزرگی می‌شمارند که باعث شد مرزهای جنوب غربی ایران در برابر هجوم اعراب بی‌دفاع بماند. در زمان پادشاهی قباد یکم حکومت ساسانی با جنبش اجتماعی و اقتصادی به رهبری مزدک مواجه شد. مزدک طرفدار برابری مردم در بهره‌مندی از منافع اقتصادی و اجتماعی بود. او اعتقاد داشت مردم باید در زندگی از امکانات یکسان برخوردار باشند و خواهان آن بود که زمین و دارایی طبقات بالا میان تهیدستان تقسیم شود. با وجود آنکه مزدک پیروان خود را از ستیز با طبقات بالا منع کرده بود، اما اموال بسیاری از بزرگان غارت شد و کار به خشونت و افراط کشیده شد. قباد یکم پادشاه ساسانیان آن روزگار که در آغاز زمامداری خود قصد داشت از قدرت اشراف و نجبا و موبدان بکاهد و دست آنان را از امور کشوری کوتاه کند، به حمایت از مزدک برخاست. اما اشراف و نجبا او را از پادشاهی برکنار و زندانی کرد. قباد دوباره به قدرت بازگشت و برای حفظ موقعیت خود با مخالفان مزدک همراهی کرد. در پایان دوران قباد با هدایت خسرو پسر و جانشین او، مزدک به مناظره ساختگی دعوت شد که در پایان آن به همراه تعدادی از هوادارانش به قتل رسید. خسرو انوشیروان یکی از پادشاهان مشهور ساسانی به شمار می‌رود. این پادشاه برای سامان بخشیدن به اوضاع کشور اصلاحاتی را در زمینه اداری و نظامی و اقتصادی انجام داد. اصلاحات خسرو انوشیروان نتوانست مسائل و مشکلات داخلی حکومت ساسانیان را برای همیشه حل کند. در زمان جانشین او هرمز چهارم اختلاف و نزاع سیاسی در دربار ساسانیان اوج گرفت و یکی از سرداران مشهور به نام بهرام چوبین با پشتیبانی بزرگان علیه پادشاه سر به شورش برداشت و او را از قدرت برکنار و خود به جای او بر تخت شاهی نشست. خسرو پرویز پسر هرمز به بیزانس امپراتوری روم شرقی گریخت و با حمایت امپراتوری روم به تاج و تخت خود رسید. یکی از مسائل و مشکلات اساسی حکومت ساسانی اختلاف و دشمنی میان پادشاه و بزرگان کشور. این اختلاف گاهی چنان شدت می‌یافت که به برکناری و حتی قتل پادشاه می‌انجامید. یکی از این اختلافات و دشمنی‌ها میان خسرو پرویز و بزرگان کشور که سرانجام بزرگان بر خسرو پرویز شوریدند و با کمک پسرش شرویه او را از بین بردند. پس از قتل خسرو پرویز رقابت و کشمکش در درون دربار ساسانی با شدت بیشتری ادامه یافت. شرویه جانشین خسرو بیشتر افراد خاندان ساسانی را که ممکن بود وارث تاج و تخت شوند کشت. وضعیت سیاسی حکومت ساسانیان در آن زمان چنان بی‌ثبات شد که در فاصله 4 سال بیش از 10 تن بر تخت شاهی نشستند که 2 تن آنان از دختران خسرو پرویز بودند. سرانجام بزرگان کشور یزدگرد سوم را به پادشاهی برگزیدند. در اوایل فرمانروایی او اعراب مسلمان به ایران حمله و در چند جنگ بزرگ مانند قادسیه، جلولا، نهاوند و جسر سپاه ساسانی را مغلوب کردند. یزدگرد سوم که به خراسان گریخته بود سرانجام در اطراف شهر مرو کشته شد. با مرگ او سلسله ساسانیان به پایان آمد و ایران وارد دوران اسلامی تاریخ خود شد. برخی از عوامل مؤثر در سقوط ساسانیان عبارتند از: 1. ضعف قدرت سیاسی پادشاهان ساسانی به دلیل اختلاف و درگیری پیاپی با اشراف و بزرگان. 2. شورش مکرر فرماندهان نظامی و دخالت آنان در کشمکش‌های سیاسی. 3. نارضایتی توده مردم از حکومت ساسانی به سبب وجود نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و عدم مقاومت جدی آنان در برابر اعراب. 4. انگیزه و روحیه قوی اعراب مسلمان. و 5. کاهش توان اقتصادی حکومت ساسانیان به سبب طغیان رودخانه‌های دجله و فرات و شکسته شدن سدها و به زیر آب رفتن زمین‌های حاصلخیز آذوقستان. همه این عوامل دست به دست هم دادند که اعراب مسلمان در جنگ‌هایی همچون جلولا و نهاوند و جسر و قادسیه بر حکومت ساسانیان پیروز شوند و تاریخ جدیدی را به دفترچه فلات ایران اضافه کنند. این هم از دوران شکوهمند ساسانیان که با هجوم قبایل عرب بیابانگرد به اتمام رسید. از اینجا به بعد
تاریخ باستان تمام و تاریخ اسلام شروع میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. هرچه که از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید تا هر وقت ویدیوی بعدی رو گذاشتم سریع مطلع بشید. بابت حمایتاتون خیلی ممنونم. تا ویدیوهای دیگر بدرود.